خب رنوی آرکانا که برای اولین باره که فروشش آغاز شده، یه اطلاعات کوچیکی ما از این ماشین عرضه میکنیم خدمت رو عرض کنم. این قسمت مانیتورشه که حالا حالتهای مختلف پشت آمپر رو به ما میده. سیستم SOS رو داریم که یه تستی میکنیم. شروع به تماس کرده. حالا قبلا خودروهایی که ما تست میکردیم مثل خودروی پاتریوت، در واقع تو شمال که این دکمه رو فشار میدادیم روسیه برمیداشت، حالا سازمان‌های امدادی روسیه به همون زبان روسیه، ولی تو تهران و جای دیگه هلال احمر در واقع پاسخگو بوده. و حالا سیستم‌های دیگه که اینجا داریم گرم کن و سرد کن صندلی. البته خود قسمت تهویه‌اش هم به صورت دیجیتاله، ترمز پارک برقی و گیربکس اتوماتیک و شما همزمان که تو پارک میذارین خود پارک برقیش هم در واقع فعال میشه. یه حرکت کوچیک هم باش انجام میدیم. خب اینم سویچش که ظاهرا باید تو این موقعیت قرار بگیره و آرم سامسونگ رو میبینین روی این سویچه که در واقع این خودرو از کره جنوبی میاد، همون رنو سامسونگ. و قسمت بلوتوث آینه رو داریم، سواری نرم و کاملا بی صدا.